نظریه فیزیکدان معروف دکتر جان برنبرگ این است: در مریخ نیم میلیارد سال پیش جنگ هسته‌ای در جریان بوده است که وجود عنصر ترنتاید این را ثابت می‌کند. دکتر جان برنبرگ فیزیکدان معتقد است که در مریخ زمانی تمدنی مانند زمین و حتی بسیار پیشرفته‌تر وجود داشته، اما نسلشان و هر آنچه بوده و نبوده با سلاح‌های هسته‌ای از بین رفته است. به قول او محو شده است. دکتر برنبرگ معتقد است که این فاجعه هسته‌ای حدود نیم میلیارد سال پیش در مریخ روی داده و حیات به وسیله دو سوپر بمب هسته‌ای از روی سیاره سرخ محو شده است. اما دلایل او بر این ادعا این است که میگوید هر کس نقشه‌خوان باشد میتواند به راحتی سایت‌هایی که انفجار هسته‌ای در مریخ اتفاق افتاده را ببیند. در دو ناحیه سایدونیا مسا و گلکسیس کاوس این شواهد وجود دارد که او میگوید یک نژاد فرازمینی از سیاره دیگر به مریخ حمله کرده و آنجا را با بمب هسته‌ای منفجر نموده است. بر اساس داده‌هایی که از ناسا گرفته است، ایزوتوپ‌های هسته‌ای یافت شده که این موضوع تایید می‌کند که ایزوتوپ‌های هسته‌ای در اتمسفر مریخ وجود دارند، دقیقاً مانند بمب‌های هیدروژنی آزمایش شده در زمین هستند. به گفته او مریخ چیزهای شبیه شیشه به نام ترنتاید یافت شده که الان شما می‌توانید نمونه مشابه ترنتاید را در سایت‌های آزمایش هسته‌ای در مریخ پیدا کنید. او میگوید من یافته‌هایم را به پنتاگون دادم و آنها مرا تایید کردند و حتی در کنفرانس در حضور صدها متخصص و دانشمند برجسته ارائه کردم و هیچ کس کوچکترین ایرادی بر سخنانم نگرفت. در پایان نظریه شما دوستان چیست؟ آیا در مریخ انسان بوده؟ آیا واقعا جنگ هسته‌ای در مریخ رخ داده است؟